وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در قسمت گذشته پیرامون محبت صحبت کردیم و انواع محبت را به خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض نمودیم. حالا می‌خواهیم بعضی از آیات و احادیثی که در این مورد هست را به خدمت شما عزیزان به صورت کوتاه و فشرده ان شاء الله مورد بررسی قرار بدیم و صحبتی بکنیم و بعد در مورد این صحبت بکنیم که آیا همین که انسان بگوید من الله را دوست دارم کفایت میکنه، یا اینکه یک سری علامات و نشانه هایی وجود دارد تا این ادعا را به حقیقت تبدیل بکنه. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره آیه 165 میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. میفرماید از مردم کسانی هستند که غیر از الله را ند میگیرند، شریک میگیرند همراه پروردگار متعال. یحبونهم کحب الله، با اینها دوستی میکنند مثل دوستی که با الله متعال سبحانه و تعالی میکنند. و ما گفتیم که این نوع دوستی که مثل محبت به الله سبحانه و تعالی باشد مورد مذمت و مورد بدگویی شریعت اسلامی قرار گرفته و شریعت اسلامی این نوع محبت را تایید نمیکنه. محبتی که در اون امر و نهی از جانب دیگری باشد، یعنی اینکه به خاطری که فلانی گفته، به خاطری که فلانی انجام داده، به خاطری که فلانی این کار را برای ما منع کرده، آنچه را که الله دستور داده و منع کرده ما آن را بزنیم پشت پا. این نوع محبت حقیقتا محبتی است که مثل محبت الله است و محبت مع الله است. یا اینکه ما فردی را به دوستی بگیریم و نعوذ بالله صفات پروردگار را به او بدهیم، صفات پروردگار را به او بدهیم، این نوع محبت هم محبت مع الله است. این نوع محبت هم محبت مذموم هست و محبتی است که شرکه. یا اینکه ما فرد را در مقام الله سبحانه و تعالی بنشانیم و او را فکر بکنیم نعوذ بالله در مقامی است که الله در اون مقامه، یعنی اینکه در برابر او چنان تسلیم باشیم و چنان انقیاد بکنیم و چنان تعظیم بکنیم مثل که الله متعال رو میکنیم، مثل که این تعظیم و احترام و به هر حال تسلیم را که در برابر الله داریم به او انجام بدیم. بنابراین الله متعال چی میگه؟ و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله ولی والذین آمنوا اشد حبا لله. اما مؤمنین بیشترین محبت را به الله متعال دارن، بیشترین و شدیدترین محبت را به کی دارن؟ به الله متعال. والذین آمنوا اشد حبا لله. آیت 165 سوره مبارکه بقره بود. در جای دیگر در سوره مبارکه توبه آیت 24 الله متعال میگه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله
فتربصوا حتی یأتی الله بامره. الله میفرماید ای پیامبر بگو که اگر پدران شما، اگر فرزندان شما، اگر برادران شما، اگر زنانتان و ازواج شما و اگر قبیله شما و اموال شما که آن را جمع کردید و این خانه هایی که شما از آنها راضی هستید، احب الیکم من الله و رسوله، اینها از الله و پیامبر به نزد شما محبوب تر باشد، و جهاد فی سبیله، و از جهاد در راه خدا به نزد شما این چیزها محبوب تر باشد، فتربصوا، پس متوجه باشید و بمانید، حتی یأتی الله بامره، منتظر باشید تا اینکه امر خداوند یا عذاب الهی به سراغ شما بیاید. یعنی یک انسان مسلمان نباید اشیای دیگر که به آنها محبت می‌ورزد، به آنها دوستی می‌ورزد، هر چی دیگری که می‌خواهد باشد، نباید این محبت بیشتر از محبت الله باشد. و نشانه بیشتر بودنش چیست؟ اینه که انسان به خاطر اینها امری از اوامر الهی را ترک بکند و نهی از نواهی الله را و از منهیاتی که الله متعال آنها را منع کرده و نهی کرده، انسان آنها را به خاطر اینها انجام بدهد. این نشانه بزرگش است. والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله متعال قوم فاسق را هدایت نمی کند. علما می فرمایند که کسانی که محبت الله و پیامبر و محبت جهاد در قلبشان کمتر از این اشیای دیگر باشد، این انسان فاسقه. چون الله متعال در اخیر این آیه چی میگه؟ والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله متعال قوم فاسق را هدایت نمی کند. سوره توبه آیه 24. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری رحمه الله روایت می کند میفرمایند که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. میفرمایند که شما مؤمن شمرده نمیشوید تا زمانی که من پیامبر را من در نزد شما دوست داشته‌تر و محبوبتر از کی باشم؟ از والدش، از پدر و مادرش و از فرزندانش و از تمام مردم من به نزد او محبوبتر نباشم. اگر این که انسان یک بار پیش خود وزن بزند که محبت پدر و مادر، محبت فرزندان، محبت هر کسی دیگری که میخواد باشه، اگر دیدیم که کمتر از محبت پیامبره، ایمان شما کامله. ولی اگر بیشتر از محبت پیامبر بود، یعنی اینها را بیشتر از پیامبر دوست داشتید، و نشانه بزرگش این است که شما به خاطر اینها امری از اوامر پیامبر را ترک بکنید، سنتی از سنت‌های پیامبر را ترک بکنید. ما می‌بینیم در میان بعضی از جوانها به خاطر همسرانشان و به خاطر خانم‌هایشان که از ایشان راضی باشه، بعضی از سنت‌های پیامبر را ترک می‌کنند، سنت پیامبر را پشت پا می‌زنند. این حقیقتاً محبت است که بیشتر از محبت پیامبره. و الا اینکه مادامی که برای ما ثابت شد که این سنت پیامبره، مادامی که برای ما ثابت شد که این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلمه، ما حق نداریم که به خاطر هر کسی دیگری میخواه باشه آن را ترک بکنیم. و اگر ترک کردیم، حقیقتا محبت او بیشتر از محبت پیامبر در قلب ما بوده. چون شما میدانین انسانی که محبت شدید به فردی داشته باشد، علاقه شدید به فردی داشته باشد، حتی کوشش میکند که در راه و روش، حتی در راه رفتن خودش را شبیه آن بکند، در لباس پوشیدن خودش را شبیه آن بکند، در سخن گفتن خودش را شبیه آن بکند. ولی برای یک مسلمان زیبنده نیست که به خاطر محبت دیگران محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیر پا بگذارد و زیر پا کند. و محبت ورزیدن به الله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم حقیقتاً باعث می شود تا انسان حلاوت و شیرینی و مزه ایمان را درک بکند. چنانچه حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه می فرماید که پیامبر علیه السلام فرمودند ثلاث من کن فیه وجد حلاوت الایمان. کسی که سه چیز و سه صفت در او باشه، مزه ایمان را می چشه، حلاوت و شیرینی ایمان را می چشه. ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما، این که الله و پیامبرش را از آنچه که غیر از الله و پیامبرش بیشتر دوست داشته باشد و زیادتر دوست داشته باشد.
این صفت اولش هست. کسی که با این صفت بود، کسی که با این وصف بود که الله و پیامبر را بر هر چیز دیگر مقدم کرد، بر هر چیز مقدم کرد، بر هر کس مقدم کرد، این انسان حقیقتا حلاوت و شیرینی ایمان را میچوشد. بعد میفرمایند و ان یحب المرء لا یحبه الا لله، این که فردی را دوست داشته باشه و دوستی او به خاطر الله باشه. لا یحبه الا لله، دوست نداشته باشه مگر به خاطر الله متعال. و ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار، و از کفر چنان بیزار باشه و چنان خودش را دور بداره از شرک و کفر، مثل این که از آتش خودش را دور میداره، مثل این که بدش میایه که داخل آتش بیفته، از کفر و شرک همین قدر دور باشه و همین قدر خودش را دور بداره و همین قدر از کفر و شرک بدش بیایه. بینندگان عزیز و گرامی، اگر میخواهید حلاوت و شیرینی ایمان را درک کنید، به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنید. محبت پیامبر و الله و پیامبر را بیشتر از محبت همه کس و همه چیز بگردانید در قلبتان، و این که دیگران را به خاطر الله دوست داشته باشید. آن وقت شما حلاوت و شیرینی ایمان را درک میکنید. آن وقت میدانید که ایمان چی حقیقتا شیء بزرگ و شیء خوبی است. آن وقت شما درک میکنید که ایمان وقتی در قلب شما جای گرفت، شما را چگونه متحول میکند. احیانا انسان تعجب میکند از بعضی از مردم، اونها تعجب میکنن از فردی که الله و پیامبر را دوست دارد چقدر آرامش داره. آرامشی که محبوبان الله و پیامبر دارند و محبان الله و پیامبر دارند، بدون شک این آرامش را هیچ کسی دیگر ندارد. ولی اگر انسان محبت برای دیگران ورزید و الله و پیامبر را ترک کرد، نه اینکه آرامشی ندارد، بلکه ناآرامی، اضطراب، پریشانی، همه چیز به سراغ او می آید. اصلا نمیتواند آرامش داشته باشد، نمیتواند خودش را کنترل بکند، نمیتواند بر خودش مسلط باشد. اما انسانی که با الله و پیامبر دوستی میکند، چون میدانید که این محبت متقابل میشه، مادامی که شما الله را دوست داشته باشید، الله هم شما را دوست خواهد داشت. وقتی الله متعال در صفت محبان خود میگه یحبهم و یحبونه، اونها الله را دوست دارند و الله ایشان را دوست دارد. این محبت متقابله. مادامی که شما پیامبر را دوست داشته باشید، پیامبر هم شما را دوست خواهد داشت صلی الله علیه و سلم، و در روز قیامت شفاعتتان خواهد کرد و شما در کنار پیامبر قرار خواهید گرفت. رسول الله علیه السلام می‌فرمایند انسان در روز قیامت همراه کسی حشر میشه که او را دوست داشته باشه، همراه کسی خواهد بود که او را دوست داره. پس انسان باید مواظب باشد که چی کسی را دوست داره، با چی کسی دوستی میکنه، با چی کسی محبت میورزه. عجیبه که بعضی از برادران و خواهران و مسلمان ما با بعضی انسانهای فاسق، انسانهای که با موسیقی سر و کار دارن، خواننده ها هستند، موسیقی می نوازند، با اونها محبت می ورزند. ای برادر و خواهر مسلمانم، آیا دوست داری که در روز قیامت همراه این نفر حشر بشی؟ و مطمئن باش که در روز قیامت الله تو را با کسی حشر خواهد کرد که او را دوست داری. پس با الله و پیامبر و با دین الله محبت بورز، نه که با افراد دیگر و با اشخاص دیگر. و اشخاص دیگر را به خاطر الله دوست داشته باش، نه به خاطر عمل کرده خودشان و به خاطر اعمال زشتی که آنها دارن انجام میدن. و یا با یک هنرمند خارجی که نه به خدا ایمان دارد نه به پیغمبر ایمان دارد، یک گوپرست هست، یک آتش پرست هست، یک لایک هست، کمونیست هست، با او محبت می‌ورزن. محبتی که حتی باعث بر این میشه که به خاطر او گریه بکنن، به خاطر او ناآرام بشن، به خاطر او نمازشان را ترک بکنن، عبادتشان را ترک بکنن، محبت الله و پیامبر را ترک بکنن. این دقیقاً مثل همان است که الله متعال میگه که یحبونهم که حب الله، اینها
دوست می‌دارند مثل که با الله متعال محبت می‌ورزند، مثل که با الله متعال سبحانه و تعالی محبت ورزیده می‌شود. و به همین ترتیب این محبت‌های بیجایی که احیانا اتفاق میفته که نعوذ بالله انسان شرک بکنه و مرتکب شرک بشه، بگه که نعوذ بالله من به امام حسین یا به فلان امام یا به فلان شخص چنان محبت دارم، و بعد شروع بکنه که وصفها و صفاتی که برای الله داده شده بده برای اون. خب به خاطر این که ما معنای محبت را بیشتر بدانیم که محبت با الله چیست و محبت لغیر الله چیست، مسائل کوتاه دیگری مانده که ان شاء الله میکوشیم در این برنامه تمامش بکنیم. اجازه بدیم که یک میان برنامه ببینیم، بعد از میان برنامه دوباره در خدمت شما عزیزان قرار بگیریم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم. اگر آنها ایمانی به مانند ایمان شمای صحابه بیاورند به طور قطع هدایت یافتند، و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند. و به زودی الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه رهنمود سنت. پیرامون محبت صحبت می کردیم. اجازه بدید که حدیثی از صحیح بخاری به خدمت شما عزیزان در مورد محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم یک اشاره کوتاه و فشرده‌ای داشته باشیم. عبدالله ابن هشام میگه کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ما همراه پیامبر علیه السلام بودیم و پیامبر علیه السلام آخذ بید عمر ابن خطاب، رسول الله علیه السلام دست عمر رضی الله تعالی عنه رو گرفته بودن. فقال له عمر رضی الله عنه به رسول الله علیه السلام گفت یا رسول الله لانت احب الی من کل شیء، یا رسول الله شما به نزد من از همه چیز محبوب ترید الا من نفسی، مگر خودم. صادق بودن صحابه پیامبر علیه السلام، به هر حال زیادگویی از آن چی که در قلبشان بود نمی‌کردند، آن چی که در قلبش بود گفت. فقال النبي صلی الله علیه و سلم لا والذی نفسی بیده حتی اكون احب الیک من نفسک. رسول الله علیه السلام گفتن نه، این گونه نمیشه ای عمر، باید تو من را بیشتر از نفست حتی دوست داشته باشی، بیشتر از خودت باید دوست داشته باشی. فقال له عمر رضی الله عنه به رسول الله علیه السلام گفت فانه الان، ای رسول الله الان والله لانت احب الی من نفسی، الان میگویم ای رسول الله برای شما که شما به نزد من بیشتر از همه کس و حتی نفس و حتی خودم بیشتر محبوبتر هستید و دوست داشتنی تر هستید. فقال النبی صلی الله علیه و سلم الان یا عمر، حالا شد ای عمر. این حدیث را امام بخاری رحمه الله در صحیح خود روایت کرده، حدیث 6632. محبت برای الله و پیامبر باید این گونه باشه که انسان حتی نفسش را مقدم بر محبت الله و پیامبر نکنه، خودش را انسان نباید مقدم بکنه بر محبت الله و پیامبر صلی الله علیه و سلم.
محبت واقعی این است که انسان اطاعت و فرمانبرداری الله و پیامبر را بکنه، چنانچه الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران آیت 31 میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیامبر بگو برای این مردمی که ادعای محبت من را میکنن، بگو که ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارید، فاتبعونی، من پیامبر را اطاعت کنید، یحببکم الله، الله هم شما را دوست خواهد داشت. این علامه اوله که انسان باید پیامبر و الله را به گونه‌ای دوست داشته باشد که از آنها پیروی بکند، و این که انسان همه کس و همه چیز را ترک بکند و ماسوای الله و پیامبر بداند. یعنی به این معنا که به دیگران محبت بورزد، اما محبت دیگران باعث بر این نشه که انسان دستوری از دستورات الله و پیامبر را ترک بکنه یا نهی از منهیاتی که الله و پیامبر نموده اند خدای نکرده با آن روی بیاره. چون اگر این کار کرد خلاف آن میشه، خلاف ادعای خودش عمل میکنه. موضوع دیگری که به خدمت عزیزان میخوام عرض بکنم این است که عزیزان و بینندگان گرامی این را بدانید که محبت خلاف عشق است. عشق چیز دیگری است. در بعضی از اشعار و در بعضی از کلامها و در بعضی از کتب و در بعضی از سخنهایی که از بعضی از افراد خارج میشه میگن ما عاشق خدا هستیم، ما عاشق پیامبر هستیم. این کلام درست نیست. این حرف درست نیست که ما بگیم ما عاشق اللهیم، بگین عاشق پیامبریم. چون چنانچه که بعضی از علما رحمهم الله مثل علامه ابن جوزی رحمه الله که در کتاب تلبیس ابلیس میگه، یا بعضی دیگر از علما که آمدن این موضوع را بیان کردن، میگن که عشق سرچشمه است از شهوت گرفته میشه، یا عشق همراه شهوته. عشق همراه شهوته و این کلمه استفادهش در مورد الله متعال درست نیست. این کلمه استفادهش در مورد الله سبحانه و تعالی درست نیست و در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم هم درست نیست. اول این که گفتیم که این عشق بنا به قول بعضی از علما همراه با شهوت صورت میگیره و همراه با شهوته، بدون شهوت به آن عشق نمیگویند. این قول بعضی از علماست، برخی از علماست. حالا این که با این قول ما تسلیم نشیم و بگیم که نه، دلیل بیاریم که نه، عشق همه عشق دارای شهوت نیست و همراه با شهوت نیست، ما هم قبول بکنیم، با شما تنازل بکنیم در این باب، می رویم جهت دیگری. شما در قرآن کریم و در احادیث پیامبر و از اقوال صحابه کلمه ای را بیاریم، حرفی را بیاریم که دلالت بر این بکند که الله متعال در مورد خودش گفته باشد عشق، شما به الله عشق بورزید، یا پیامبر گفته باشند شما به الله و به من عشق بورزید، یا صحابه گفته باشند ما عاشق الله و پیامبریم، یا امام ابو حنیفه گفته باشه که من عاشق الله و پیامبرم، یا امام شافعی این حرف را زده باشه، یا امام مالک این حرف را زده باشه، یا امام احمد ابن حنبل رحمهم الله، هر کدام از اینها این حرف را زده باشند، یا یکی از ائمه بزرگوار این حرف را زده باشند، گفته باشند که ما عاشق اللهیم یا عاشق پیامبریم. مادامی که این گونه هست، یک حرف جدید، یک حرفی که در مورد الله و پیامبر درست نیست که انسان بگوید، نباید از این کلمه استعمال کرد، نباید این کلمه را گفت، بلکه باید گفت الله را دوست دارم، الله را دوست دارم. چون در قرآن کریم و در احادیث پیامبر لفظ حب آمده. حب یعنی ها و با، ها و با یعنی دوست داشتن. در فارسی ترجمهش میشه دوست داشتن. یعنی من محب الله هستم. یعنی چی؟ یعنی که دوست دارنده الله هستم، الله را دوست می‌دارم. محب پیامبرم یعنی پیامبر را دوست دارم. نیامده که من عاشق الله هستم، من معشوق الله هستم، نعوذ بالله. و از این قبیل کلمات استفاده کردن این کلمات در مورد الله متعال درست نیست. و حتی برخی آمدن این را در باب صفات الله متعال داخل کردن. مثلا استدلال کردن، گفتن که مادامی که ما بگوییم من عاشق الله هستم،
لازم میاره که الله چیکار باشه؟ وقتی تو عاشقی الله معشوق باشه. وقتی الله معشوق شد، ما در قرآن کریم صفتی نداریم که الله معشوق باشه. الله معشوق باشه. درسته الله متعال صفت حب داره، یعنی دوست داره. صفت حب و دوست داشتن برای الله ثابته، اما صفت عشق برای الله ثابت نیست. صفات الله متعال توقیفی هست و ما حق نداریم که از پیش خود کلمه را و حرفی را اضافه بکنیم در باب اسما و صفات الله متعال سبحانه و تعالی. بناهن بینندگان عزیز و گرامی، بنده زیاد شنیده ام و هر کدام از شما شنیده اید، شاید بعضا تکرار کرده باشید، گفته باشید که من عاشق الله هستم، ولی این کلمه درست نیست. بگید که من محب الله هستم، یا فارسی بگید من الله را دوست دارم. الله دوست دارم. چرا میگید من عاشق الله هستم؟ الله را دوست دارم. و حتی بینندگان عزیز و گرامی، فقط میخواهم که خودتان بروید در این مورد معلومات برای خود کسب کنید که حتی امروز آمدن میگن در میان عشق و در میان دوست داشتن تفاوت وجود داره. حتی غیر مسلمان ها کتب نوشتن در این مورد، مقالات نوشته شده حتی در زبان فارسی. فقط بنویسید شما، حتی در اینترنت و در گوگل بنویسید فرق در میان عشق و دوست داشتن. آنجا میدانید که دوست داشتن یعنی چی، عشق یعنی چی. و خودتان پی میبرید که این کلمه، استفاده این کلمه درباره الله متعال سبحانه و تعالی درست نیست. استفاده این کلمه در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم درست نیست و نباید یک انسان مسلمان بگه من عاشق پیامبرم و عاشق الله هستم یا عشق میورزم به الله، بلکه بگه الله را دوست دارم، پیامبر را دوست دارم و محبت میورزم و دوستی میورزم با الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم. و این امر هم جانبی بود که در خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی عرض کردم تا اینکه متوجه این کلمه باشید. باز میگردیم به کل این دو قسمت که ما حق نداریم که غیر الله متعال سبحانه و تعالی را دوست داشته باشیم به آنگونه‌ای که الله را دوست داریم. به گونه‌ای که الله متعال سبحانه و تعالی را دوست داریم، احد را حق نداریم که دوست داشته باشیم. و محبت به الله به این معنا که ما در برابر الله انقیاد میکنیم، فروتنی میکنیم، در مقابل الله سرخم میکنیم، در مقابل الله سبحانه و تعالی تسلیم هستیم، آنچه را که الله بگه قبول میکنیم، آنچه که الله بگه ترک کنین ترک میکنیم. و این نوع محبت فقط خاصه الله سبحانه و تعالی است و کسی دیگر نمیتونه که داخل این محبت با الله متعال شریک بشه. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. تا قسمت جدید از موضوع جدید که در خدمت شما خواهم بود، همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ah